اوست که برق آسمان را گاهی برای خوف و تنبه، گاهی برای امید به باران به شما نشان می‌دهد و ابرهای بارور را به وجود می‌آورد. رعد آسمان تسبیح و حمد او را می‌گویند. فرشتگان نیز از خوف او تسبیح گویند. صاعقه ها را می‌فرستد تا هر کس را صلاح بداند بدان گرفتار کند. با این همه هنوز در وجود خدا مجادله می‌کنند، حالان که او قدرتی بی انتها دارد. دعوت به حق برای اوست و کسانی که به جای خداوند چیزهای دیگری را به خدایی می‌خوانند بدانند اجابتشان نمی‌کنند. اینان همان کسانی اند که کف دستهای خود را از آب پر کرده تا به دهانشان برسانند، اما هرگز نتوانند، و دعای کافران چیزی جز